ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 52-юмро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. بعد از آن که قاضی شریف جان مخدومی صدری ضیا به میرزا عبدالواحد منظم می سپارد که از روی دستنویس احمد مخدوم دانش نوادر الوقایع را نسخه بردار نماید، به تصحیح و مقابله آن عینی از روی دستخط خود مؤلف شغل می ورزد. عینی در این باره بارها اظهار عقیده کرده است. یکی از چنین بیانات نخستین او را در تاریخ انقلاب بخارا یافتن ممکن است. سالهای 1316 یا 17 هجری بود. یکی از مخلصان احمد مخدوم، یکی علمای ترقی پروری حاضره بخارا، قاضی میرزا محمد شریف صدور، کتاب نوادر الوقایع احمد مخدوم را کتابت کنانده، تصحیح و مقابله آن را از روی دستخط خودی مؤلف به من و به شریک درسم عبدالواحد منظم سپارید. تاریخ انقلاب بخارا صفحه 23. از روی تصدیق عینی در آن زمان نسخه دستخط نوادر الوقایع احمد مخدوم دانش یکه و یگانه بوده. آن گویا به هیچ کدام از آدمان زمان آن متفکر و معارف پرور معلوم نبود و از مضمون و مندرجه آن تا آن دوران قریب کسی آگاه و شناس نبود. تنها بعضی کسان نزدیکترین و شخصانی هم مرام، هم فکر و هم مسلک دانش در مجلس‌های دوستانه بین خودشان کم و بیش از معنی و مندرجات این اثر خبردار بودند. آنها به هم فکران و مقربانشان با 100 گونه تغییر و تبدیل موضوع و معنی بعضی پارچه ها و بابهای این اثر را حکایه می نمودند و در اطرافشان مبادله افکار می کردند. مقام بزرگ تاریخی و ادبی عینی در این مسئله باز در آن است که وی در یادداشت‌های خیش راه‌های چطور به دست قاضی شریف جان مخدومی صدر زیاد در آمدنی دستخطی این اثری احمد مخدوم دانش را روشن، بیان و معلوم آیندگان کرده است. چنانکه عینی شهادت می دهد، احمد مخدوم دانش که سردار ناراضیان دربار امارت بخارا بود، به هیچ گونه منفعت مادی و معنوی این اثری خود را به میرصدیق خان حشمت که پسر امیر مظفر بود تقدیم می کند. میرصدیق خان پسر کلان امیر مظفر و برادر امیر آینده عبدالاحد بود. عبدالاحد بعد از به تخت نشستنش او را دور از پایتخت در کرمینه در حبس خانگی نگاه می دارد و تنها بعد از انقلاب بخارا در سال 1920 از حبس آزاد می گردد. میرصدیق خان حشمت تمام درآمد و پولش را به خریدن کتاب صرف می کند و در امارت بخارا کتابخانه بایترینی داشت که بعد از آزاد شویش از حبس تا سال هجرتش به افغانستان سال 1922 وظیفه کتابداری را ادا می کرد. 35 سال عمرش را در حبس با نوشتن شعرها
به زبانهای تاجیکی، عربی و ازبکی و تذکیره ها از جمله تذکیرت الشعراء صرف کرده بود. قاضی شریف جان مخدومی صدر ضیا که شیفته و دلباخته اثرهای احمد مخدومی دانش بود، با میرصدیق خان حشمت علاقه مخفی بسته نوادر الوقایع را از او به طرز عاریت می گیرد و نسخه برداری آن را به خوشنویسی پختکار میرزا عبدالواحد بن برهان بیگ منظم می سپارد. قاضی شریف جان مخدوم تنها بعد از نسخه برداری و جریان اتمامیت کتابت نوادر الوقایع در وقت مقابله، تصحیح و تطبیق نسخه منظم روبردار کرده با نسخه اصلی دستنویس احمد مخدوم دانش از صدرالدین عینی به طور مخفی استفاده می برد. از رفت بیانات این واقعه تخمین کردن ممکن است که نسخه برداری نوادر الوقایع از جانب میرزا عبدالواحد منظم در سال تحصیل 1898-1899 به وقوع پیوسته، تمامیت و تصحیح و تطبیق آن آخر همین سال تحصیل، یعنی آخر زمستان و آغاز بهار سال 1899 را در بر می گیرد. عینی آن ماه و روزها را به خاطر آورده درباره شان این طور می نویسد: میرزا عبدالواحد هم تا تمام کردن کتابت این سر را، نسخه بردار کردن نوادر الوقایع را، صاحب تبرف به هیچ کس حتی به من هم معلوم نکرد. اما بعد از تمامیت کتابت شریف جان مخدوم مرا جیغ زده آورده واقعه را، مخفی بودن آن را قید کرده به من حکایه نمود و التماس کرد که در تصحیح و تطبیق نسخه میرزا عبدالواحد با نسخه اصلی دستنویس مؤلف اشتراک نمایم و این کار را با همراهی میرزا عبدالواحد به انجام رسانم. عینی کلیات جلد 7 صفحه 444. از بیانات فوق معلوم می گردد که در آخر سالهای 90 عصر 19 قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا در بعضی کارهای مخفی و پنهانکارانش به میرزا عبدالواحد منظم و به صدرالدین عینی باوری داشته است که اثبات این دلیل و فکر به تصحیح و تطبیق نوادر الوقایع جلب نمودن عینی شده می تواند. از رفت من بعدی واقعه معلوم می گردد که عینی در همان سال 1899 چنان اشتیاقمند مطالعه این اثری متفکری بزرگ تاجیک بوده است که به ضرب المثل کور چی می خواهد دو دیده بینا تکیه کرده در خود همان روزی التماس قاضی شریف جان مخدوم صدر ضیا کار را برای تصحیح و مقایسه و تطبیق نوادر الوقایع با میرزا عبدالواحد منظم سر می کند. همانجا جلد 7 صفحه 444. صدرالدین عینی در یادداشت‌ها تجربه خود را راجع به تطبیق و تصحیح نسخه دستنویس احمد مخدوم دانش روشن بیان کرده است که آن برای متن شناسان و مصححان و محرران نشریات‌ها و روزنامه و مجله‌های من بعده اهمیت عملی و نظریوی دارد.
در این خصوص او چنین نوشته بود: در رفت کار من نسخه دستنویس احمد مخدوم را به دست گرفته نگاه می کردم. میرزا عبدالواحد نسخه ای را که خود نوشته بود با آوازی بلند می خواند و در هر جا که خطا رفته باشد من لقمه می دادم و میرزا عبدالواحد از خواندن باز ایستاده نسخه خود را با قلم خود تصحیح می کرد. هرگاه که او از خواندن مانده می شد من با آوازی بلند از نسخه اصلی می خواندم و او از روی خوانشی من به نسخه خود غلطی یابد مرا از خواندن باز داشته نسخه اش را درست می کرد. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 445. همین طور چندین روز میرزا عبدالواحد منظم و عینی دری حجره اولی را در مدرسه مولا محمد شریف واقع در گذر غازیان بسته به کسی نفهمانده همانجا جلد 7 صحیفه 445 کار را در بالای تصحیح و تطبیق نسخه دستنویس نوادر الوقایع دوام می دهند. اما به یاد می آورد عینی روزی شاعر محمد صدیق حیرت آمد و ما از او این سر را پنهان نداشتیم، چون که او مانند خود ما در جای نمی پوکید و سر را افشا نمی کرد. همانجا جلد 7 صحیفه 445. از بیانات من بعده عینی معلوم می گردد که با شنیدن پارچه های جداگانه نوادر الوقایع در هنگام تصحیح و مطابقت آن روزی نخستین در محمد صدیق مخدوم حیرت میل به شنیدن دوام آن اثر پیدا می گردد. بنابر همین او بعد از گرفتن نخستین تأثرات خوب از آن کتاب از میرزا عبدالواحد منظم و عینی التماس می کند که هر روز آمده به طرز سامی شنونده به کار اشتراک کند. ما قبول نمودیم و به همین طریق تصحیح و تطبیق گویا از دست 3 ما گذشت. عینی کلیات جلد 7 صحیفه 445. از این شهادت عینی معلوم می گردد که در تصحیح و مقایسه و تطبیق نسخه کتابت کرده نوادر الوقایع احمد مخدوم دانش با اصل آن محمد صدیق مخدوم حیرت نیز حصه گذار بوده است. علاوه بر این گرچند عینی در این خصوص معلومات نداده است، عجب نیست که بسیار مسئله و معماهای در این اثر بیان گردیده چطوری که به عینی تأثیر رسانیده اند به حیرت نیز تأثیر رسانیده باشند. همین نسخه نوادر الوقایع که منظم کتابت نموده است و عینی با حیرت در تصحیح آن شرکت کرده با دستنویس اصلیش تطبیق کرده بودند، در گنجینه شعبه دستنویس‌های به نام میرزایف با رقم 2012 محفوظ است که اهمیتی عمومی جهانی دارد. دایره نظر و مطالعه خود عینی دایر به بسیار مسئله های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوره تا هنگام قرائت و خوانش و تصحیح و مطابقت پی در پی این اثری احمد مخدوم دانش تنگ بود. بسیار جایهای نوادر الوقایع را که به نجوم، به فلسفه و تصوف آید بودند می نویسد خودی او نمی فهمیدم، اما آن جاهایی که می فهمیدم
به من تأثیری عجیبی می کردند. همانجا جلد 7 صفحه 445. انا همین جایهای مفهوم و تأثیری عجیب رساننده نوادر الوقایع به عینی و عجب نیست به میرزا عبدالواحد منظم و محمد صدیق مخدوم حیرت مدد رسانیدند که دایره نظری سیاسی، اجتماعی، فلسفی، علمی، ادبی و بدیعی و جهانبینی و جهانشناسیشان خیلی وسیع گردد. به طور دیگر اگر مضمون ضرب المثل فوق را به خاطر آریم که عینی گویا تا شناسایی با نوادر الوقایع در درک و فهمیش بسیار مسئله های سیاسی، اجتماعی، علمی، اخلاقی، فلسفی، تعلیمی، حیاتی و امثال آنها کور بود و پس از تصحیح و مطابقت و مقایسه هر دو متن آن بینا گردید، معلوم می شود که از همان سال 1899 در تفکر، عقل و شعور و مفکوره و جهانبینی او تبدلات عظیمی حیاتی و انقلاب فکری به وجود می آید. یکی از سبب‌های چنین تأثیر بخشی و به وجود آیی انقلاب فکری در عقل و شعور و تفکر عینی در آن بود که احمد مخدوم دانش در این کتاب خود پیش از همه درباره آن حادثه های مشکلی روزمره سخن رانده بود که عینی به مثل هزارها محنتکشان امارت بخارا آنها را در زندگی هر روزه اش می دید، مشاهده می کرد و از چنین احوالی وزنین دلتنگ می شد و با اندیشه خیش گویا راه خلاصی را از آن زندگی پر اذیت و پر مشقت یافته نمی توانست. عینی بعد از مطالعه نوادر الوقایع و مخصوصاً جایهایی به او تأثیر بخشش و بسیار سوالهای هر روزه زندگی جواب یافته توانست. او همین دو وضعیت زندگانی خیش تا دوره مکمل شناس شدن و بعد دوره شناساییش با نوادر الوقایع را به طور ذیل قلمداد نموده است. جاهایی به من تأثیر بخش نوادر الوقایع آن جاها بودند که من آن حادثه ها را در زندگی دیده بودم و از آن احوال دلتنگ می شدم، اما هیچگاه اصلاح کردن و اصلاح شدن آن احوال در خاطرم نمی گذشت و گمان می کردم که دنیا همین طرز آمده است، همین طرز هست و همین طرز هم می رود. چی باید کرد؟ و خود را با این بیت بیدل که همان وقت سالهای تحصیل عینی و سالهای من بعده آن صاحب تبرف زبان زده همه از دنیا دلتنگ شدگان بود تسلی می دادم. زندگی در گردن افتاده است بیدل، چاره چیست؟ شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن. عینی کلیات جلد 7 صفحه 445. عینی همین عقیده اش را چندین بار در دیگر آثارش از جمله در مقاله 2-30 سال 1947 گشته و برگشته تکرار نموده در زیر تأثیر نوادر الوقایع به کلی دیگرگون گردیدن افکار سیاسی و اجتماعی و جهانبینی و جهانشناسی، فلسفی، اخلاقی، استیتیکی و ادبی و بدیعیش را گوشرسی آیندگان گردانده است.
خود او تأکید می کند که وقتی در نوادر الوقایع با تصویری ریالی، با تصویری که خود در زندگی دیده بودم، همانجا جلد 7 صفحه 445 و بیان احوال پرمشقت و فلاکت احتمال شناس می گردد، در جهان بینی و جهان شناسی، در عقل و شعور و در دلش روح نفرت خواهی به ظالمان، روح اصلاح بی‌عدالتی های جمعیتی، مناسبت های اجتماعی و غیره پیدا می گردد. او همین فکر خود را با جمله های ذیل چنین افاده نموده است: اما وقتی که من آن احوال فلاکت احتمال را در مندرجات نوادر الوقایع با تصویری ریالی، با تصویری که خود در زندگی دیده بودم دیدم، به من حالت دیگر روی داد. من در دل خود گفتم این احوال را اصلاح کردن لازم است. مادام که من اصلاح کردن نمی توانم، از وی نفرت کردن ضرور است. انقلاب فکری کم هم باشد در من انا در همان وقت روی داد. عینی کلیات جلد 7 صفحه های 445 446. جمله های فوق نه تنها درباره آغاز انقلاب فکری در حیات و تدریجاً در فعالیت ایجادی عینی معلوماتی واضح می دهند، بلکه کریدای عملیه ایجادی او را نیز معین می سازند. به طور دیگر گوییم از همان سال قرائت و مطالعه نهایت شقوری نوادر الوقایع به عینی معلوم می گردد که احمد مخدوم دانش از بین دو تیپ تصویری بدیعی ادبی از زمانهای قدیم تا امروز و عصرهای آینده موجود بوده. یکی تیپ تصویری بدیعی ایدئالی رمانتیکی و دیگری تیپ تصویری بدیعی واقعی ریالی. با تیپ تصویری ریالی با تصویری که خود در زندگی دیده بوده است دلباختگی خاصی داشته است. از اینجا تخمینی به میان نآمده نمی تواند که همان تصویرهای ریالی، همان تصویرهایی که احمد مخدوم دانش در زندگی دیده و در نوادر الوقایع به قلم داده بود، یعنی همان ریالیسم تنقیدی معارف پروری را که او در نثر بدیعی آخر عصر 19 اساس گذاشته بود، نه تنها به نثر بدیعی بلکه به آثار منظوم، مخصوصاً به اشعار دوره معارف پروری و جدیدی عینی تأثیر عمیقی رسانیدند. همین تصویری ریالی، همین تصویری که خود در زندگی دیده احمد مخدوم دانش به عینی مدد رساندند که من بعد بیشتر نه به تیپی تصویری ایدئالی رمانتیکی بلکه به تیپی تصویری واقعی ریالی مایل پیدا نماید و در سالهای من بعد با توسط شناسایی با نثر ریالیستی خلقهای ترک، روس، عرب، آذری، ازبک و بعضی خلقهای اروپا، آسیا و آفریقا اساسگذار ادبیات ریالیستی خلق تاجیکی در سالهای 30 80 عصر 20 با نام ریالیسم سوسیالیستی معلوم بود گردد. درستی فرضیه و تخمین بالا را با آن دلیل نیز تصدیق کردن ممکن است که عینی از هر باب و قسمت نوادر الوقایع
در همان سال 1899 جایهایی به خودش تأثیری کلان رسانیده را در مدتی زیاده از 50 سال از خاطر نبرآورده است. از جمله او می نویسد که یکی از جاهای نوادر الوقایعی که در همان وقت به من تأثیری کلان بخشید احوال عائلوی بود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 446. چنان که معلوم است در زمان امیری جنگ عروس و مادرشوی، اغواگری ها و عائله ویران کنی مادر عروسان خانه داماد را، جنگ و جدال های شدید در عائله و غیره به حکم قانون در آمده بود که آنها را احمد دانشی دانشمند تصویر کرده است و به خوبی نشان داده است. همانجا جلد 7 صفحه 246. با عینی بعد از تصویر احوال عائلوی بابی کسب و پیشه ها از قسم دومی بابی وصیت فرزندان تأثیری کلان بخشیده بوده است. او در این قسم اول بر بالای درسخوانی و درسگویی می ایستد. همانجا جلد 7 صفحه 452. عینی در خصوص رساله نظم تمدن و تعاول که در اولی نوادر الوقایع جایگیر شده است توقف نموده می نویسد که احمد مخدوم دانش در آن به ترتیبی های دربار امیر بخارا را یگان یگان شمرده اصلاح آن را طلب می کند. همانجا جلد 7 صفحه 454. از جمله او طرفداری مملکتداری پادشاهناکی با نظام بودنی این معارف پروری مشهور را به یاد آورده چنین می نویسد: در این خصوص سرمشق او دولت روسیه بود که وی در تمدن، در انتظام و در ترقی 1000 درجه بالاتر از مملکتداری امیر بخارا بود. حتی خیال و آرزوهای او در این باره 1 درجه بالاتر رفته پادشاه را خادم خلق و نفقه خوری به قدری ضروری خزینه خلق می شمارید. این فکر در شرایط امیری آن وقتی بخارا که این تنها دارایی مملکت بلکه مرد و زنی تمام اهالی هم غلام و کنیز شخصی امیر شمرده می شد خیلی فکری عالی بود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 456. همین گونه فکر و عقیده و خیال و آرزوهای تأثیر بخش احمد مخدوم دانش سببگار آن شدند که عینی هم به ساخت استبداد امارت بخارا تنقیداً نظر افکند و هم بعدها به تصویر ریالی واقعی زندگی زمانی حکمرانی امیران منقید قدم جدی گذارد. خود عینی در این خصوص فکرش را به طور ذیل جمع بست کرده است. این فکرهای احمد مخدوم دانش به من که آن وقتها بی ترتیبی های مملکت و دربار امیر را همین طرز آمده است و همین طرز هم خواهد رفت چی باید کرد گویان فکر می کردم بی تأثیر نمانده بود. عینی کلیات جلد 7 صفحه 456. شما گفتاری 52 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمکولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.